درود رفقا، به کانال خودتون سول استیل خیلی خوش اومدید. امروز میخوام راجع به ریشه افکار پارتنرت که با هر بحث کوچیکی میخواد کات کنه باید صحبت کنم و دلیل اینا رو بهت بگم. گاهی وقتا پیش میاد که یه بحث کوچیک کافیه تا پارتنرت بگه بیخیال این رابطه به درد ما نمیخوره، یا تمومش کنیم، نه چون نمیخواد تا نه چون رابطه براش بی‌ارزشه، چون که تحمل موندن توی تعارض رو نداره. توی ذهن خیلی از ماها دعوا یعنی خطر، قراره ترد بشم، قراره تنها بمونم، قراره ارزشم زیر سوال بره و این ترس ها اغلب ریشه تو زخمایی داره که سالها قبل شکل گرفتن. دیدی بعضی موقع با پارتنرت به یه مشکل میخوری و شاید اون مشکل ها از دید تو یه مشکل خیلی کوچیک و جزئی باشه، ولی طرف مقابل سریع شروع میکنه به جبهه گرفتن که بیا کات کنیم، این رابطه اصلا به درد ما نمیخوره، این رابطه خوبی نیست، از اولش اشتباه بوده و شروع میکنه واسه خودش به داستان سرایی که این رابطه خوبی نیستش. این رفتارها به خاطر طرحواره‌هایی که پارتنر داره و یا نه به این معنی نیستش که تو واسش مهم نیستی، یا به این معنی نیستش که رابطش واسش بی‌ارزشه، بلکه به این معنیه که تحمل تعارض رو نداره، تحمل این جرقه رو بزنه که اوکی این میخواد منو ول کنه پس من زودتر اینو ول کنم. چرا؟ چون که ترس، دلیل تمام اینا ترس از دست دادنه. تو روانشناسی به این داستان میگن طرحواره، یه مفهومی واسش گذاشتن به اسم طرحواره که میتونی اینا رو شناسایی کنی و هم به خودت کمک میکنه هم به پارتنرت. من توی این چند تا ویدیویی که قراره به تازگی، یعنی فردا، پس فردا و اون روز دیگهش، یه رشته مقالاتی میخوام واسهتون راجبش تولید محتوا کنم که با اسم طرحواره است. از طرحواره طرد و رها شدگی بگیر تا طرحواره‌ای مثل طرحواره نقص و شرم که ما مردا بیشتر غالبا، یعنی ما مردا خیلی درگیر این طرحواره‌ها هستیم. ولی دونستن این مطالب به شما کمک میکنه که بتونید یه رابطه خوب و آگاهانه داشته باشید با پارتنرتون، با خودتون، و اگر که تو اون رابطه احساس اینو میکنی که یه زنگ خطری به صدا در اومده، تو بتونی با آگاهی این زنگ خطره رو خاموشش کنی و یه رابطه خوبی داشته باشی. مطلب اول راجع به طرحواره طرد یا رها شدگیه. این ترس اغلب ریشه تو زخمایی داره که از سالیان سال پیش به ما منتقل شده. دلیلش هم این نیستش که ما صرفا بگیم که چون توی خانواده‌های بد تربیت بزرگ شدیم یا پدر مادر ما رو بد تربیت کردن. اونا هم بالاخره مقصر نبودن، چون که اونا هم بازی پدر مادری داشتن مثل خودشون. این ما کسایی که این طرحواره رو داریم، به نظر من به تنهایی مال ما نیستش، یعنی نه مال ما نه مال پدر مادرمونه. اینا حاصل رنجا، کینه ها، رنجش ها، انتقامات، ترسایی که نسل به نسل به من و تو منتقل شده، نسل به نسل به پدر مادر منتقل شده و از اونا به ما منتقل شده. ولی امروز ما توی یه نقطه واسطیم که قرار اینا رو شناسایی کنیم و جلوی این چرخه رو بگیریم، طرحواره هامون رو بشونیم، نور عشق، نور ایمان رو بتابونیم توی زندگیمون، که حالا اگه فردا روزی ما خواستیم صاحب فرزندی بشیم یا اصلا صاحب فرزندم نشیم، جلوی این چرخه رو قرار ما بگیریم. پس حضور تو توی این کانال به هیچ عنوان اتفاقی نیستش. رها شدگی یعنی ترسی که از بچگی تو ذهن ما کاشته شده، ترس از این که اون کسی که امروز ما بهش تکیه کردیم، اون کسی که امروز ما عاشقشیم، فردا اونجا نباشه که ما دوباره بتونیم بهش تکیه کنیم. مثلا خالق این طرحواره‌ها، نظریه طرحواره‌ها، دکتر جفری یانگ بودش. تو کتابش هم می‌نویسه آقا کسایی افرادی که مبتلا به این بیماری هستن دائم منتظر لحظاتی هستن که عشق از میون بره، حتی وقتی همه چیز خوبه. یعنی عمق فاجعه رو شما ببین. من دائما منتظر لحظه‌ای میمونم که عشق قرار از میون بره و واسه اون روز توی ذهنم نقشه کشی کردم که اگه این اتفاق افتاد من زودتر فاصله بگیرم. چرا؟ چون من دیگه طاقت شکست رو ندارم. جالب، مولانا یه نظریه داره. وقتی شمس ازش پرسید که پس زخمای ما چی میشود، میگه که نور دقیقا از محل همان زخم‌ها با ما میتابد. یعنی منی که امروز این طرحواره رو دارم، راهش فرار نیستش، راهش پیونده. یه پیوند عمیق دوباره بگیرم، دوباره اعتماد کنم و مشکل خودم رو حل کنم. ببینم آقا مشکل من چیه. اگه معنی دیگه این طرحواره بشه مرگ پیوند، پس من باید یه پیوند قوی و
برقرار کنم. و جالبه که خیلی ها مثلا من خودم فکر میکردم که این پیونده باید حتما یه پارتنر خوبی داشته باشم که این پیونده رو بتونم داشته باشم، ولی برعکس، اصلا اینجوری نیستش. اول رابطه من با خودمه، من باید خودم رو بشناسم، باید مدیتیشن کنم، باید مراقبه کنم، باید کتاب راجبش بخونم، باید شروع کنم به نوشتن. این کارهایی که باید انجام بدم. من دوباره میتونم این پیوندی که اول خودم با خودم از دارم، مشکلی که خودم با خودم دارم و حل کنم تا بتونم برم توی یه رابطه. اول باید خودم رو بشناسم. بعضی موقع ممکنه که ازت اگه بپرسن آقا چه رابطه خوبیه یا شریک عاطفی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، تو سریع مثلا شروع کنی به نوشتن یا به گفتن که آره شریک عاطفی من متعهد باشه، مسئولیت پذیر باشه، صداقت داشته باشه، نمیدونم استمرار توی رابطه داشته باشه. ولی نقطه مقابلش خودمم. من کدوم یکی از این شرایط رو دارم؟ من آیا متعهدم؟ من نسبت به برنامه خودم، نسبت به اینکه آقا من میخوام بهبود پیدا کنم از این، من میخوام از این شرایط جون سالم به در ببرم، تعهد دارم نسبت به این موضوع؟ برای رهایی از این احساس و از این طرفاره باید به یه آگاهی برسی، باید به خودت، به درون خودت پی ببری که آقا مشکل تو چیه، تو قراره چی کار بکنی واسش. به یه آگاهی برسی. کسی که به آگاهی میرسه دیگه منتظر این نمیمونه که یه نفر قراره بیاد از بیرون یه دست ناجی برسه و نجاتش بده. نه داداش گلم، نه عزیز دلم، قراره خودتو کمک کنی، در قرار خودت به یه آگاهی برسی. حالا من توی این مسیر کنارت هستم، کمکت میکنم و اون مطالبی که فکر میکنم به دردت میخوره رو به اشتراک میذارم واسط. بعضی موقع یه سری رفتاری مثلا ما تو گذشتمون داشتیم که ما شروع میکنیم خودمون رو به گول زدن که آره اگه فلانجا به من خیانت نمیشد، اگه این ولم نمیکرد، اگه اینجوری نمیشد، اگه مامانم از پدر مادر اصلا جدا نمیشدن، اگه اینا که تا الان با هم زندگی کردن اصلا دیگه جدا میشدن. اصلا برعکسش، شاید من شاهد دعوای اینا نبودم توی خانواده که بخوام همچین طرفدارایی در من با وجود. اینا به نظر من همش چرت و پرته. یعنی یه بخشی از ماجرا هستش ولی بخش بزرگ ماجرا من خودمم. قراره چیکار بکنم بالاخره با اینا؟ میخوام درمانشون کنم یا نمیخوام درمانشون کنم؟ باید اول درد پذیرشه رو به جون بخرم. آره من میپذیرم، من یه انسانم، یه شرایط خاصی رو پشت سر گذاشته، من میپذیرم که این طرفدارا رو دارم، حالا میخوام واسه چیکار کنم، مشکلم رو شناسایی کنم. آره آقا من این مشکل رو دارم، حالا میخوام واسه چیکار کنم. راه حلی که داره اینه که رابطه خودم رو با خودم قوی تر کنم. راه حلش اینه که دنبال مقصر دیگه این وسط نگردم، به جهنم که ولم کردم، به درک که این خیانت کردش. من خودم رو توی اون شرایط قرار میدادم که من رها بشم، به من خیانت بکنن. یعنی مقصر اصلی این داستان من خود منم. ولی الانم دنبال نیستم که بخوام بزنم تو سر خودم که نه مشکل از تو بودش و اینا. یه بخشی از مشکل از من بود که من خودم رو توی همچین موقعیت و همچین شرایطی قرار میدادم. پذیرش، من میپذیرمش. و دیگه قرار آلبرت انیشتین یه تعریف خوبی از دیوانگی داره، میگه که آقا دیوانگی یعنی که تکرار یه اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت داشتن از اون. تا موقعی که من خودم رو شناسایی نکنم، این چرخه داستان نمیدونم رها شدگی و نقاب قربانی بودنی که من دائما میزنم بعضی موقع، یعنی میزنم به صورتم، راه حلش اینه که آقا من خودم رو بشناسم. من تا پی نبرم درونم چه اتفاقی داره میفته، تا این چاکراهام انرژیام پاکسازی نکنم، دائم توی یه سیکل معیوب در حال حرکتم. یعنی همین چرخه اتفاقاتم دائما تو آدمای بدی، توی روابط بدی، توی جاها و مکانهای بدی قرار همین اتفاق من تجربهش کنم تا موقعی که به خودم نیام، تا موقعی که مشکلمو باهاش رو نشم و یه راه حلی واسش پیدا نکنم. قرار من همین طرفدار رو داشته باشم. قسمت تاریک ماجرا همینه که تا آخر عمرم ممکنه من اینو داشته باشم، ولی قسمت روشنش جاییه که من درد پذیرش رو به جون میخرم و واسش یه راه حلی پیدا میکنم.
میرم آقا اگه نیاز برم روانشناس، برم روان درمانی کنم، روانکاو برم میرم. ولی ته همه اینا بازم میرسی به درون خود، به اون رابطه‌ای که تو با خودت داری. تو میتونی مدیتیشن کنی، میتونی بنویسی طرح‌هاتو، میتونی بدون نقاب راجع به اینا صحبت کنی با شریک عاطفی. بله من همچین مشکلی دارم، خواهش ازت میکنم که یه سری از رفتارات هم تو هم واسه من آقا تصحیح کن، یه سری رفتاراتو اصلاح کن، منم یه سری رفتارم اصلاح میکنم تا بتونم یه رابطه خوبی با تو داشته باشم. ولی همه اینا شرطش اینه که اول رابطه من با خودم خوب شه.